سلام بچه‌ها، امیر دابشارک هستم و خوش اومدیم به این ویدیو. تو این ویدیو قراره که توی یه جزیره بمونیم و این جزیره رو هی گسترش بدیم و بزرگترش کنیم و هی پیشرفت کنیم، ولی هدفمون هم اینه که توی این جزیره بمونیم و قرار نیست بریم توی جنگل سروایول کنیم. اولش فقط از روی همین یه بلاک شروع می‌کنیم. اگه خوشتون اومد این ویدیو رو لایک کنین، کانال منم سابسکرایب کنین و از من حمایت کنین. لیتس گو. هدف اصلی ما اینه که این جزیره رو گسترش بدیم. شاید شما بگین که خب چرا نمیری توی در واقع جزیره کار کنی، ولی خب من هدفم اینه که توی این جزیره رو گسترش بدم و وسط آب سروایول رو زندگی کنم. خب اول باید بریم کنار جزیره. خب اومدیم کنار آب. اول من گل میکنم برای گسترش جزیره‌مون. کم گل بکنیم فعلا بسته. مهمتر در واقع چوبه که من باید چوب بکنم. خب 1 2 3. چقدر طول میکشه آدم. خب بسه. اولین کاری که میکنیم اینه که همه رو تبدیل میکنیم به واک پلنس و خب الان 20 داریم. خب الان من یه دونه در واقع آیتم کرافتینگ میسازم. خب میذارم اینو این بغل. خب سیک میسازم یه 8 تا بسته. خب حالا یه تبر میسازم، شمشیر، کلنگ و بیل. خب اینم برمیدارم که داشته باشم. بیشتر باید چوب در واقع چوب جمع کنیم تا مخصوصا پرتر بشه و بتونیم وسط آب زندگی راحت‌تری داشته باشیم. خب من بیلم برای این کندم که بتونم شنا رو بکنم یا خاکا رو بکنم که بتونم جزیره‌مو در واقع گسترش بدم. خب خب اومدیم اینجا. خب من اول یکم نه شت. خب هوا تاریک شد و من دارم یه سقف بالا سر میسازم. بی سقفم. خب من این چندم وام کنم و یه در واقع در میسازم برای خونم. ببخشید این شارژ اومد، من شارژ. خب و اینکه من چوب کم دارم و نمیتونم در بسازم. خب پس نه تخت داریم نه هیچی. بس بهترین کار اینه که سوار قایق شیم و بریم به سوی جنگل. نرو مریم میدونی عاشق چشماتم. خب این من نمیشه. خب در واقع خب اینجا درخت است. خب من اینا رو بکنم. وای زامبی من مطمئنم الان پشت سر من میزنن، داغونم میکنن. خب و خب بالاخره صبح شد و برگشتیم. روز از نو، روزی از نو و
برگشتیم به بازی. خب من این سیکارم بذارم. خب بریم به جنگل. مجبورم آهنا رو بکنم برای ساختن شمشیر و دوباره اولا که باید این محوطه جزیرمون رو بزرگتر کنیم. خب الان دیگه کارمون قشنگ شروع شده و تجهیزاتمون هم کامله. اولین کاری که میکنیم این اول باید خونمون رو و همینطور جزیرمون رو بزرگ کنیم. اول اینا من چوب جمع آوری میکنم، چوبامو تبدیل میکنم. حالا با استفاده از سنگایی که دارم یک گاز میسازم. خب الان ما نیاز داریم به در واقع استیک چند تا میسازم که باش در واقع شمشیر سنگی، تبر سنگی، استیکم کم اومد، کلنگ سنگی و همطور بیل زیاد لازم نمیشه بخاطر همین سنگمو حرومش نمیکنم. حالا چیزایی که لازم ندارم و فعلا یاسه میشونم اینجا. قبل از اینکه جزیره رو بزرگ کنم فعلا حالا من اینو اینجا بذارم. خب اینجا و گوشت، چوب، وسایلی هم که بهشون نیاز ندارم و در واقع میذارم اینجا. درخت، سیب لازم هم میشه نگهش میدارم. چم. خب حالا در واقع پشمو نگه میدارم، در واقع لازم هم میشه چون که باید اینجا تخت ما بسازیم. تخت. خب چوبامو بذار بردارم. خب حالا در واقع یه پشم کم دارم. خب اولین کاری که میکنم این غذامو بردارم بخورم چون خیلی ممنون که تا اینجا نگاه کردین. این کار ما تازه شروع شده و من پارت دومم به زودی میذارم. پارت دوم قراره خیلی پیشرفت کنیم. واقعا که خیلی زمان این ویدیو طولانی شد بخاطر به چند تا پارت تقسیمش کردم. بقیه‌اش میذارم اینجا. نگاه کردین. این ویدیو رو لایک کنین. خدا نگهدار. خب بریم.